انی اخاف الله رب العالمین. چی باعث است؟ کمزور هستم، بی غیرت هستم، بزدل هستم که تو را قتل نمی کنم یا زورم نمیرسه؟ نه، چیزی که مانع قتل کردن تو یا اراده قتل تو است که من او را ندارم، میترسم از الله. او تو را الله رب العالمین که تربیت کلی مخلوقات میکنه. تو را الله تربیت کرده، مخلوقی الله هستی، ملکیتی الله هستی. من چطور بخیزم تو را از بین ببرم؟ الله خواست تو را در یک مرحله برسانه، اما برم تو را قتل بکنم؟ نکته خیلی عجیبه بیان میکنه انسان. اگر همین نکته را در نظر بگیره، مخلوقی الله است. تو چی مزیت داری؟ چی برتری داری که دیگه کسا زندگی دیگه کسا خوش نداری؟ خودت میگی من زنده باشم، تصرف بکنم، حکومت بکنم، هر چیز از ما باشه، از آنی ما باشه. چی امتیاز داری؟ یک انسان تو یک انسان دیگه. چرا این جنگ و عداوت و کشمکش شروع کردی؟ همین قسم که توی نمی حیات و زندگی خوب میخوایی، یک شخص دیگه هم میخواه. چقدر نکته جالبه. حابیل برای برادری خود میگه انی اخاف الله، ما از الله میترسم. او تو الله که رب العالمین، مخلوق کلش ملک ازوست، در ملکیت ازو قرار داره، چطور متعارض بکنم؟ انی اريد ان تبوء باسمی، من اراده دارم دفاع از خود دفاع میکنم، اراده قتل تو را ندارم. چرا؟ اراده دارم من تبوء باسمی، اراده قتل تو را ندارم. چرا؟ بخاطر که اراده قتل بکنم خب باز من گناهگار میشم. عالی، اراده دارم که تو گناهگار شوی به اسمی به گناه من. اگر قتل بکنی یعنی خودی قتل یک گناه هست، اگر تو مرا قتل بکنی تو به گناه من گرفتار میشی. و اسمی که به گناه خود. نه، تو اراده قتل مرا کردی، من که وقتی از خود دفاع میکنم، اگر من از پیش من کدام نقصانم شوه، باعث یا عامل امی خطایی ما تو هستی. اگر تو سر ما تعرض نکنی ما هیچ، بس اوقات اگر تو تعرض نکنی ما هیچ برای خود اسلحه نمیگیرم، قتل خود نمیگردانم. اما وقتی تو باعث شوی شده میتونه در یک موقع تو باعث شده ما قتل خود اسلحه دارم، قارمیه دست میزنم. تا اصلی عامل اسلحه گرفتن تو شدی، سر ما مبتلا به گناه. نه، تو به گناه مرا، امی گناهی که از ما شده، این گناه اصلا تعلق به تو داره، تو باعث بودی مرا. فتکون من اصحاب النار، تو میشوی از اصحاب جهنم. چرا خودت طور میکنی؟ هم گناه خود هم گناه مرا. و ذلك جزاء الظالمین، کسی که طور کار میکنه، تعرض میکنه، او صاحب ملازم آتش است. و اینمی قانونی الله است. و ذلك جزاء الظالمین، الله قطع کسی ضد نداره، قطع زوات کسی ضد نداره که یکی را در جهنم دیگر را در جنت ببره. نه، الله متعال تمام روابطش، اگر او را عزت میده، اگر او را ذلت میده، اگر جنت میبره دوزخ میبره، با اساس اوصاف و عمل کرد میبره. متقین قبول میکنه، ظالمین داتش میبره. چرا؟ صفت ظلم داره. هر کس کی باشه، بچه پیغمبر باشه، اگر بچه سید و صاحب زاده و گل زاده باشه، هر کدام باشه، این قانون الله است. و ذلك جزاء الظالمین، این نمی پاداش ظالم است. کسی که حد خود مراعات نمیکنه، تجاوز میکنه سر حد دیگه. البته تجاوز کردن دوست، یکی از حد الله که الله برش کدام احکام روان کرده او را تجاوز میکنه، یکی در حق بنده تجاوز میکنه. فطوعت له نفسه قتل اخیه، مزین ساخت له برای قابل نفسه، نفسش قتل اخیه، کشتن برادره. نه، نفسش دیگه، نفس انسان اینقدر در موقعی که یک کمی گپ گپ تو بالا میشه، در مو موقعش ابلیس لعین میاد امی تو را اینقدر بالا میبره، اینطور برات میگه که چی دیو زده تا، یک امیر زده نمیتونی، تو سیکو توی در مقابلی تو خسته، او تو را اینقدر کلان معرفی میکنه که تو خیلی قدر حق داری که کسی هم برات حرف نزنه. در مو موقع انسان است که از حد میبره، آلی دیگه حدود خود مراعات کرده نمیتونه. انسان چقدر چی میشه؟ احساساتی میشه. شیطان اونجا است. پیغمبر علیه السلام دو صحابه را دید که در بین خود گفتگو را سخت کردن. پیغمبر علیه السلام گفت ما کلمه را یاد دارم که اگر یاد بگویم آتش غضبشان خاموش میشه. گفت چیست یا رسول الله؟ گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو، فقط اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو، خلاص. انسان اگر استاده باشه غضب کردی بشی، در نشستگی بود خواب کو، باز که خیلی طاقت نشد برو وضو کو، به خاطری که آتش ابلیس در جان تو داخل شده، تو را گرم کرده رویست، دیگه هم پف کرده رویسته که آتشت گرم شد. نه، همینجا فقط همین قدر بگو چی حق دارم سر ازی، نه علی قدرت دارم بکشمش، بزنمش،
قدرت الله برات داد خیر تو ظلم بکن کلا الله اکبر. اونجا در آیت قرآن کریم میاد که اگر شیطانی تو نزغ میکنه تذکره الله دا یادش میآید. چرا علی میاد که یا الله من یک مخلوقیم مخلوق چرا تجاوز کنم. فقتله قتل کرد هابیل فاصبح من الخاسرین گردید از جمله تاوانی شد. یک کسی که دست خود قطع بکنه این تاوانی نیست؟ عضو بدن خود قطع کردن این تاوانی است. چرا؟ یکی خو عضو بدن از بین رفت عالی کدام کاری که سابق انجام داده میتونستی عالی نمیتونی. چرا دستی خود قطع کردی؟ دوم تو خودت عالی چرا قطع کردی؟ عالی افسوسی تو میاد که من چرا دیوانه شدم دستم کسی قطع میکنه. برادر بازوی انسان است، با واسطه از اوست که تو زندگی میکنی. تنها در خانه در یک دشت بیابان خب قصرها داری هر چیز داری، زندگی لذت نداره تا که در پالی در کسی باشه. یک آدم فقیر خاطر زندگی میکنه اعتماد سرش است. بنی نوع انسانی یکی با دیگه احتیاجات داره. چطور شده میتونه که آن چیزی که تو برش احتیاج داری امور تو قتل بکنی از بین ببری. فبعث الله غرابا یبحث. قابیل بعد از این مرده را در پشت آلی یک طرف دیگه طرف حیران مانده که آلی چی طور کنم. الله متعال بعد از قتل دیگه هم امی هوش و امو زیرکی و امو چیسته ذهانت از پیشش گم کرد. چرا دیوانه میشه انسان؟ در کدام حالت انسان میرسه؟ آلی همی قدر هوش نداره مرده را چی رقم دفن بکنه دفن کردن یاد نداره. فبعث الله غرابا روان کرد الله متعال زاغه یبحثو که میکاوید فی الارض در زمین لیوریهو که نشان بده به قابیل کیف یواری سوءت اخی چه قسم پنهان میکنه لاشی اخی برادری خوده. اردو زاغ در بین خود جنگ کرده یکیش مرده زاغی دیگه آمده زمین میکاوه و امو لاشی زاغی دیگه را دفن میکنه او قابیل برش متوجه است. قال گفت یا ویلتا ای افسوس اعجزت ان اکون آیا ما اینقدر عاجز بیعقل شد. اینجا عجز تو به معنی ناتوانی نیست. ما اینقدر بی فکر و بی منطق شدم بیعقل شدم ان اکون که شوم مثل هذا الغراب به مثل نمی زاغ فواریم پنهان میکردم سوءت اخی لاش برادری خدا اینقدر مدت پیش. الله اکبر. فاصبح من النادمین گردید از جمله مردمایی که سخت پشیمان شده باشه. لاش برادر کش کرده ده هر جای میره و ایران مانده. قدرت الله متعال میطور است کسی که قتل ناحق میکنه باز جای برش پیدا نمیشه. در بوجی مندازه بازی طرف میبره آخر سعی میکنه پلیس گیر کرد. الله متعال سرگردان میسازشه. امی قدر زمینی و سیر الله سرش تنگ میکنه عقل چی میشه؟ گرفته میشه نمیشه. همونطور است. عجیب است. انسان باید درک بکنه حقیقت امره. اگر به فیصله الله متعال عمل میکرد نظام همونطور نظام بود جاری بود زندگی بود نه ندامت بود نه پشیمانی بود نه جنجال بود. آخر ثابت شد که بیچارگک تو عقلت تا سابق می جنگاندی که چرا این دختر بریزی داده شد نظر به عقل غلط و نادرست خودت. آخرش امی عقل در کدام مرحله قرار داشت؟ بگوی از زاغ کدام عقل تو چی بوده؟ پایین بوده. انسان امروز شما میبین یک تعداد مردم اینقدر غر و پشت داره که پرسان نکنه اعتراضات داره لیکن نمیفهمه که همین عقل ما چقدر است. خصوصا طبقه ایناست که با چیز تحریک غربیا سر و صدا را بلند کرده حقوق ما چیک میزنه تظاهرات میکنه ما حقوقی خدا میخوایم. از کی میخوایم؟ کی حقوقی تا برآورده کنه؟ تو با بی همشیری ما کی حقوقی تا برآورده میتونه؟ امریکا؟ ناتو؟ این خب بیچاره اینجا در شهر هم در بین بلوکا و چکا و سیمای خاردار و چقدر سرکای درونی داخل زندگی میکنی چطور حقیقت پورا کنه؟ امریکایی بیا در سری تو استا چاده خانه در سری تاکه و سری اتاقی چقدر عقلی الله از پیشی عقل گرفته. خواهر و مادری واقعی جور شو قرآن یاد بگه اولادی تا درس بده که خشونت نکنه سبا روز. تو غلط کردی تو درس درست به اولادت ندادی خشونت کرد تربیه سالم ندادی رفتی در بازار گشتی در کودکستان تسلیم کردیشه
او به جای از اینکه مهر و محبت مادری و گپا را داشته باشه، حسی چی را داشت؟ اونجا هیروین برش در کودکستان ها هیروین برش داده رویسته، خب پودریا جور میشه، میگه آرام شو. تو خودی دیلا کردی اولادی تا در بازارها چکر زدی، امروز حقی تا دعوا داری؟ حق از کی دعوا داری؟ کی کنترل کنه می حقوقت؟ تو یک دفعه برام بگو کی است؟ آیا سازمانهای خارجی میتونه حقی تو را کنترل کنه؟ حقی تو را کنترل تقوا میکنه. هرگاه عقیده برای الله ثابت شوه و محکم شوه، حقی تو برآورده میشه و مراعات میشه. به این عقلکی ناقصید نجنگان در مقابل نظام اسلام، شریعت غره محمد صلی الله علیه و سلم. اینطور فکر نکن که 4 دانه قانونی غلطی به دموکراسی در دنیای غرب تو دیدی که در بازارها زن هر رقم میگرده، تو میگی من میجا برگردم. این گشتن برای تو مناسب نیست. عزت تبا میشه، حیثیت تبا میشه، عزت هیچ شرافت تبا میشه. به این فکر نکن. یک روز همون زنی غربی را میبینی که در بازار میگرده خب بنیشه، بعد از چند سالان باز همون زنی غربی را ببینی که در کجا افتاده، چه قسم است، عزت داره، شرافت داره یا نه؟ به عقل کوتاه خود تو مقابله با نظام اسلام نکن و قانون اسلام خشونت اعلان نکن که خشونت است. نه، تو یک دفعه فکر بکن. عقل انسانی بسیار کوچک است، کوچک درک کرده نمیتونه. اینا قابل درک کرده نتونست، برادری خود قتل کرد، برادری خود، صرف به خاطر چی؟ که همشیره مرا به نکاح نگیره، به خاطری که جمال داره. سر همین جمال امروز هم اونمو گپا شروع است. یک دختر فقیر بیچاره که جمال داشته باشه، بدرشام یک کمی کمزور باشه، هزارها قتلا شروع میشه سرش. اینطور است. او برادر گپ در جمال نیست. بسیار دختر بدرنگ باشه خو لیکن شرافت داشته باشه، دیانت داشته باشه، عزتمندی داشته باشه، این زندگی پیش میره. با جمال زندگی پیش نمیره. جمال سبب از این نیست که حتما زندگی توسط از خوب است، توسط دیگه نیست. دیگه گپ نیست. گپ است که آدم بدانه حقیقت زندگی خوده که زندگی با چی چیز جور میشه. این واقعه برای ما درس میده که الله متعال کدام امر و دستور برای ما داده، او را حق بدانیم، سبب سعادت و نیکبختی خود بدانیم و هیچگاه در ظاهر که عقل ما او را خوب نمیبینه در تکر و در تصادم بعد واقع نکنیم که والا چرا اینطور شده، چرا اینطور شده. نه، بس الله متعال تعیین کرده. اینی نظام زندگی است. مهمترین چیز اینجا کسب تقوا است. تقوا را اختیار کن، در زیر دستورات الله زندگی تا پیش ببر. اگر زن هستی، اگر مرد هستی، خلاص باز خوشی زندگی است توست تا که تقوا وجود داره. اگر نباشه باز زندگی جور نمیشه. عقل انسانی بسیار ناقص است. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، آل دیگه لاش برادر را دفن کردن یکی از حقوق مسلمان در آخری عمر که هر مسلمان بالای مسلمان حق داره. یک حقش جنازه خواندن است که دعا برش بکنی، دیگه دفن کردن است. دفن کردن مرده این فرض کفایی است. اگر یک نفرم مرده را دفن کرد، گردن کلگی خلاص شد. اگر هیچ کس دفن نکرد، کلگی گناهکار است. لاش یک مسلمان بیرون بعد نگذاری، این را باید دفن بکنی. من اجل ذالک، از اینمی خاطر، یعنی وقتی که از این واقعه فسادات قتل ناحق خوب برملا شد، خود قابل دیگه پشیمان سری خود بد میگفت که من چی کرده. الله متعال میگه به خاطر از اینکه قتل ناحق سبب فسادات زیاد میشه. کتبنا علی بنی اسرائیل، ما فرض کردیم، مقرر کردیم بالای کل مکلفین، خصوصا عموما و خصوصا بالای بنی اسرائیل. چی رقم مقرر کردی؟ انه که حکم الله ای رقم است، من قتل نفسا، کسی که بناحق قتل میکنه یک نفس، بغیر نفس، بغیر از بدلی نفس که او قتل نکرده باشه، او تو بغیر از قتل نفس ای را قتل میکنی که ای را قتل ناحق میگیم. او فساد فی الارض، یا بدون فساد در روی زمین، همین نفس فساد نکرده. فساد چی را میگه؟ حالی معلوم میشه زنا نکرده، تویام داره، زنا نکرده که رجم شوه، دین خدا اعلان نکرده که مرتد شده باشه، راه را نگرفته که قطاع طریق شده باشه، دیگه کارا را نکرده و تو چی میکنی؟ ای را قتل میکنی. فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویی که کل مردم قتل کرده تمامیشانه.
نه. کلی مردم چه قسم قتل کرده باشه، این مشابهت در نفس بی حرمتی است. در نفس بی حرمتی. یک آدم میاد مسجد احترام داره، اما یک چند نفر دیگه میگن نه ما بی حرمتی مسجد میکنیم. بی حرمتی مسجد عام است که بیا نعوذ بالله در اینجا کلکی نمیده کنه خلاص، و دیگه دروازه را میده کنه، کلکی نمیده کنه، بر گروپ را میده کنه. در نفس بی حرمتی اردو یکسان است. چرا؟ حرمت یا تعظیم مسجد در نظر نگرفت. او هم بی حرمتی را کرد. اگرچه در کثرت عمل یکیش زیاد است دیگه کم است. خدا نفسی بی حرمتی اردو یکسان است. یک کسی که یک نفر قتل میکنه و یک کسی دیگه کل مردم قتل میکنه، در نفس بی حرمتی یک انسان اردویشان یکسان است. او هم عزت انسان در نظر نگرفت، احترام انسان و دیگه هم نگرفته. از او خاطر اینجا مشابهت در نفس بی حرمتی است. پس کسی که یک نفس قتل میکنه تو گویی که کل نفسا را قتل کرده. چی مانا؟ بی حرمتی یک نفس کرده دیگر هم نداره. یک توجیه است. دوم، فکأنما قتل الناس، تو گویی که قتل کرده مردم جمیعا تمامیشانه. به بعض اعتبارات چه مانا؟ امی جرأت کردن بالای گناه خودش دلیل بالای عزیزته که آلی تو اطاعت الله را نمی کنی، آلی قتلا برات آسان میشه، شروع میکنی یک دو سه چهار کی کردی باز میگی من بیا از دو دیگه جهنمیستم. آلی بعضی مردم چی میگه؟ برای من قتل یک انسان به اندازه پشک کشتن معلوم نمیشه. پشک کشتن آدمی که یک قتل کرد ایره شما یاد داشته باشه باز چشمش خون میگیره، حقیقت درک کرده نمیتونه، باز دیگه قتلا برش آسان میشه. از همون خاطر مردمای قاتل همیشه چی میگه؟ همین میگه که میگن برای من قتل کردن یک کس به اندازه یک چی پشک کشتن معلوم نمیشه. اینه معلوم شد که انسان در حقیقت کلی مردم قتل کرده. از او خاطر یا به اعتبار جرم است. اینجا الله متعال به اعتبار گناه و جرم میگه که کسی که یک نفس قتل کرد مستکی کل انسان ها را قتل کرده. کل انسان ها را. چرا؟ الله متعال سری تو حرام کرده بود که به بنی نوع خود تعرض نکنی الا به حق، که الله اجازه میده از قتل دیگه باید تعرض نکنی. وقتی ده یک تعرض کردی تو رسم است که به کلگی تعرض کردی. چرا؟ امن از بین بردی، دستوری الله را در نظر نگرفتی، امن از بین بردی. الله متعال میگه که وقتی یک انسان کلمه را گفت، لا اله الا الله را گفت، دیگه عاصم چیسته؟ نگاه کرد خونی خدا، آبروی خدا، مال خدا مکمل در اسلام در دایرش داخل شد، سری خونش تعرض کرده نمیتونی. و من احیاها، کسی که زنده میکنه یک نفس، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو گویی که زنده کرده مردم کلشا. یک آدم که یک قتل برش آنقدر بزرگ نمایان میشه که اوهو بچی طوری را قتل بکنم. یقینا وقتی که اینطور عقیده را داشته باشه کلی مردم زنده کرده. چرا؟ قطعا تعرض به قتل نمیکنه، که نمیکنه خلاص مردم تعار زنده باقی ماند. فکأنما چیست احیا الناس جمیعا میشه. یک. دوم توجیه به اعتبار ثواب است. وقتی تو در موقع قتل روبرو شدی و در اون موقع تو خدا نگاه کردی که نمی را قتل نمی کنم، ثوابت الله این قدر میده مستی که کلی مخلوق زنده کرده باشه. چرا؟ علت است که تو نمیخوای فساد در روی زمین رخنه بکنه، دروازش باز شود. از همون خاطر است که کسی که عامل یک گناه در اول میشه، آینده که چقدر گناه ها صورت میگیره اولی نفر قتل شریک است. قابل بعد از اونمو قتل خودش تا روز قیامت که قتل میشه، قابل در این قتل شریک است. چرا؟ دروازه را او باز کرد، رخنه را او کرد. از همون خاطر است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه امی عملات دو قسم می باشه، هم نیک هم بد. یکی عملی است که منحصر به مفرد می باشه، خیر و خلاص، اما جنایت کرده سری نفس خود ختم میشه، این گناه سبک است. یکی گناه است که او ذریعه برای انجام گناه دیگران میشه، دیگران هم گناه را انجام داده رو است. بدعت امیر رقم است. پیغمبر علیه الصلوة والسلام میگه من سن سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها. کسی که یک تهداب گذاری عمل نیک میمانه برای از او امو اجر است. بگه هر کسی که پشتی سر دیگه امیر عمل میکنه در او اجر شریک است. مردم که آمد پیغمبر علیه الصلوة والسلام دید حالات مردم که پیش پیغمبر وفد آمده بود،
بیچاره بسیار فقیر بود، حالت فقر سرش نمایان بود. پیغمبر علیه السلام تقریر کرد، بیان کرد برای صحابه که برای از چیزی جمع شود. اولین نفری که آمد این رامیانی را آورد که پیسه دستش عاجزی میکرد که بالا کنه، انداخت شه. پیغمبر علیه السلام گفت من سن سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها و من سن سنتا سیئتا، کسی که گزاری کرد یعنی باز زنده کرد، از اول نه، بدعت ایجاد کرد، کاری خرابه دیگه، برای از اون نمو گناه هست تا آخره. تا آخره بنیاد یک کاری خراب و غلط گذاشتی، بعد از اون مردم از تو پیروی کرده رو ایستن. در هر گناهی که هر دفعه اینجا انجام داده میشه تو قتل شریک هستی. این سخت است. قابیل دروازه را باز کرده از این گناه را. کسی که اول دفعه نظریه کمونیستی را آورده، هر قدر مردم که کمونیست میشه او شامل است. کسی که این فرهنگ غلطی مبتذل غرب در اینجا آورده، چقدر مردمی که دایی بیراه میره او قتل شریک است. کلش است. کسی که تصوف غلطه به نام دین آورده، مردم دایش آغشته شده، کل مردمی که آینده نمیتونه آغشته میشه او قتل شریک است. اما کسی که مدرسه رو بنیاد کرد و بعد از اون مردم از یاد گرفت، کسی که اول ختم تراویح یک سپاره کرد مردم تعلیم داد، حالی که هر قدر مردم دیگه یک سپاره میخونه، قتل شریک است. انسان تلاش کند اعمال نیکه. در یک منطقه رفتی، در یک مسجد عوام مسواک هم نمیشناسه، برو ثواب بزرگ آدم کمایی کرده میتونه، بس خیلی پولی کم، خیلی پولی کم. 100 دانه مسواک در روپیه چند میشه؟ 1000. و 100 نفر تو مسواک میبری، وارا تعلیم سنت رسول الله را میدی، خلاص دیگه. بعد از اون که بعد از از ما یاد میگیره، اولادایشون همونطور جریان پیدا میکنه، بس تو شریک هستی در ثوابا. انسان کاری را بکنه که در ثواب شریک باشه، سلسله پیدا بکنه. ما مال مصرف میکنیم برای از اینکه کسب ثواب بکنیم، خوب میفهمیم که یعنی رای میلیونیست، کروڑیست، یعنی رای 1 روپگیست. کلی ما رای 1 روپگی را اختیار میکنیم. من خواهمی را میگم، اگر به یک پیشی کسی 1 لک افغانی یک طرف بان، 10 روپه دیگه طرف، و برش بگو که اختیار داری کدامش میگیری، امی 1 نفر بخیزد 10 روپگی را بگیره، امی کلی شما میگی که بسیار دیوانه آدم بود، بسیار بیعقل آدم بود. یقین بکو که گیره دیگه اینطور بیعقل میگه، دیوانه میگه. اما وقتی که مسئله خیرات و صدقات میشه، و هم که به خاطر رضای الله باشه، خب تمام شرایطش پوره باشه، چقدر ثواب داره دیگه بار کردن؟ یک دهی. لیکن اگر بنیادی مدرسه را گذاشتی، کاری اینطور صدقه جاریه را گذاشتی، کتاب چاپ کردی که مردم از او استفاده دائمی میکنن، 1 میلیون است، 1 کروڑ است. چطور حالی که این انتخاب میکنی این نمیکنی؟ تو دیوانه نیستی؟ تو بیعقل نیستی؟ مردم به خودش متوجه نمیشه ما چی میکنه. مومن کاری درسته را از او کده که اعلاتر و اولاتر است، او را انتخاب میکنه، اونمو باید انتخاب شود. ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات، یقینا آمده بود برشان، یعنی بر علاوه که این مضمون ده کتابایشان تحریر شده بود، الله متعال میگه امی قانون برشان اعلان کرده بودیم، یقینا آمده بود برشان رسولنا پیغمبران ما علیهم السلام بالبینات، با دلایل واضح، با همین مضمونی قتل نفس برشان اعلان کرده بود با دلایل. ثم این کثیرا، لیکن بازم این مردما هوا پرستا و نفس پرستا، بسیاری از یا منهم از یا بعد ذالک، پس از این همی که در کتاب الله قانونی منی قتل نفس کرد، پیغمبران برشان اعلان کرد، تاکید شد مضمون. پس از هم فی الارض، در روی زمین لمسرفون، یا چی کردن؟ اسراف، زیاده روی کردن به قتل کردنی نه تنها مردم عادی، این بدبختا خیستن مشفقترین مردما، حریصترین مردما برای کی؟ آرامی. انبیاء علیهم السلام قتل کرد بنی اسرائیل، در 1 روز 40 پیغمبر قتل کرد، در 1 روز بنی اسرائیل. الله متعال میگه ما خوب سرشان فرض کرده بودیم، قانون بود که به کسی تعرض نشود، و باز انبیاء علیهم السلام روان کردیم، مضمون دیگه هم خب قوی شد. لیکن این مردم بدبخت نه تنها مردم عادی را بلکه پیغمبران را قتل کرد. انما جزاء الذين يحاربون الله، یقینا جزای کسانی که جنگ میکنه امرای الله و رسول و امرای رسول الله،
و یسعون فی الارض، تلاش میکنه، کوشش میکنه در روی زمین فسادن است که فساد منتشر شوه، بدامنی بیاید. ای یقتلوا، که یا قتل کرده شوه، او یسلبوا، یا دار آویزان شوه، او تقطع ایدیهم، یا دستایشان قطع شوه، و ارجلهم، پاهایشان، من خلاف عدل بدل، او ینفوا، یا رانده شوند، من الارض، از روی زمین. ذلك لهم خزي، اینمی جزا که بیان کرده شد برای ازیا رسوایی است فی دنیا، در دنیا، و لهم برای ازیا فی الاخرت، در آخرت عذاب عظیم، عذاب خیلی بزرگ است. کسایی که محاربه به امر الله و چی رسول داره، آیا به امر الله جنگ ممکن است که کسی جنگ بکنه؟ رسول الله هم از دنیا وفات کرده، قطعی از اون جنگ ممکن نیست. بله، الله متعال توسط روان کردن قوانین خود، نظام خود، اصل هدف نظام که ما مکلف به انجام از اوستیم، امن است، امن آمدن است. از همون خاطر یک حکم الله بدون فلسفه امن نیست. نماز امن نیست، در موقعیت تو را قرار میده که نیت میکنی دست اینطور میگیری، در یک صفقتی برادرت استاد میشی، تکبر را محکم الو طرف انداخته، با عجزی استاد شده.